از همکسبانم ادوکات ها و آن نفرانی که در جاده حفظ حقوق انسان فعالیت میکنند روز 9 دکبر و عرفه روز حفظ حقوق انسان یک روز یاری حقوقی بپول در سراسر جمهوری اعلان کرده شود و به هر مراجعت کننده که با دلخواه مراجعتشان مشکلاتشان مراجعت میکنند یاری حقوقی بپول رسانده شود. ببینید یک مسئله دیگر این صرف و خرجی که در این روز چگونه برای عملی کردن اقدام صورت میگیرد، از کجا مثلا شما پیدا میکنید منابع این چیزا چگونه به دست میاد؟ البته هر یک اقدامی که هست اون باید یک صرف و خراجات پیش بینی کرده باشد، ولی بدبختانه نه خوشبختانه که این اقدام من یگان خرج و خراجات رو طلب نمی کند، چون هر یک حقوق شناس هر یک ادوکات برای خودش یک جای کاری معین دارد که به این اقدام هم او هر روز به کار می آید. هر روز از 1 تا 10 نفر و زیاده از آن ممکن است به نزد هر یکی ما کار افتادگان با این یا آن کارشون مراجعت میکنند و ما با قسمت زیادی آنها یک مصلحتی بپول، یک کمکی بپولی حقوقی میرسانیم. نه همه پرونده ها پولکی اند و پرداخت شونده اند و برای این یگان خراجات زیادتیه که ما در فرایت هر روزمان داریم طلب نمی کند.